باید به خدمتتون بگم که HPV از رگ گردن به شما نزدیکتر. این روکشای یه بار مصرف خیلی نازکن. زمانی که کلین روی تخت قرار میگیره با یه ذره چرخشش ممکنه سر بخوره بیاد این بر تخت و فقط با یه الکل که امیدوارم 70% باشه حداقل اسپری کردید روش دستمال کشید. با شیوع بیماری HPV باعث میشه که فردی که هیچ گناهی نداره رو شما آلودش بکنید. از محلول‌های پاک کننده قوی برای روی تختتون استفاده بکنید. بذارید حدود 10 تا 15 دقیقه بمونه، بعدش دستمال بکشید. خیلی حواستون رو جمع بکنید. اکثر کلاینت‌های ما که حضور پیدا میکنن توی کلینیک‌ها، سالن‌ها، توی مطب‌ها و کار انجام میدن، چه کارهای پوستی، چه کارهای لیزر و چه ماساژ، کارتکسشون رو دارن پر میکنن. افرادی که بیماری‌های مقاربتی دارن مثل HPV یا بیماری مثل ایدز، هرچند که اتفاقی که باعث انتقالش میشه ممکنه که به صورت جنسی نبوده باشه، این رو همیشه داشته باشید از طرف من. یک حالت دفاعی برای طرف مقابل ایجاد میکنه و زمانی که داره کارتکسش رو پر میکنه این مطلب رو ارائه نمیده. اولین چیز و بهترین و مهمترین نکته در کار ما بهداشته. لوازمتون رو حتما استریل بکنید. آب داغ شسته بشه، الکل 70% زده بشه، قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها هر کدوم توی حالت های مختلفی هستن که از بین میرن. و به جای اینکه از رو تختی های یک بار مصرف استفاده کنید، از این حوله ها استفاده کنید که ما توپی خودمون میخریم، کارش رو انجام میدیم، اگر کسی هم بخواد میتونیم واسهشون ارسال بکنیم. اینها بهترین گزینه هستن، چون بعد از هر بار استفاده شما همه این رو جمع میکنید، میشوریدش با مواد ضد عفونی کننده خیلی قوی، بعد زیر نور خورشید خشکش میکنید و بعد پهن میکنید. اگر هم که دستگاه بزرگ استریل داشته باشید و استریلش بکنید که چه بهتر، و بعدش پهن میکنید تا کلاینت بعدی. ما توی کلینیکمون پک های مخصوص داریم که هر کسی بخواد قبلا به صورت رایگان ارائه میشد، هر بار که تشریف میارن با خودشون میآورده. تا فراموش میکردن و هر سری ما دوباره مجدد بعد این اتفاق میفته. شرایط اقتصادی که به وجود اومده الان پک ها باید خریداری بشه. اگر کلاینت بخواد میتونه خریداری بکنه و اگر هم نخواد شما در هر صورت باید همه وسایل، لوازم و محیطتون استریل باشه. خواهش میکنم که این مطلب رو جدی بگیرید.